در بخش موشک زمین به زمین فقط به شما این جمله رو میتونم بگم: مرزی برای برد وجود ندارد. سری ترین موشک ایران که در سال 85 سردار شهید حسن تهرانی مقدم به آن اشاره کرده بود. چون فعلا اطلاعاتش برای کشور ما فوق به کل سریه. موشک ایرانی که قابلیت حمل کلاهک متعارف و اتمی را دارا می باشد. این موشک 14,000 کیلومتر برد دارد و فاصله ایران تا آمریکا فقط 12,000 کیلومتر است و یعنی آمریکا رو هم غافلگیر میکنه. مخاطب هدف این موشک چه کشوری است؟ با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید. دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید. هرچند مقامات ایرانی هیچگاه وجود برنامه ساخت چنین موشک‌هایی یا موشک‌هایی با مشخصات مشابه را تایید نکردند، اما بر اساس گزارشات منابع غیر رسمی تکنولوژی ساخت آن از روسیه و کره شمالی به دست آمده. این موشک یک مدل کاملا بازطراحی شده از موشک بالستیک کره شمالی تایپودونگ 2 است. موشک شهاب 6 یا موشک روز قیامت. و امریکایی‌ها میفهمند تهدید بر علیه جمهوری اسلامی برابر است که پاسخ متقابل خواهند دید بشه. موشک دوربرد اتمی ایران که هنوز ساخت و تولید آن به طور رسمی تایید نشده و سری می باشد. خانواده شهاب جزو قدرتمندترین موشک‌های ایران و جهان هستند. نمونه اولیش یعنی شهاب 1 به عنوان نمونه بومی شده اسکات بی روسیه ساخته شده و شهاب 2 هم به عنوان نمونه شبیه سازی شده اسکات سی طراحی شده. بعد از اون شهاب 3 ساخته شد که انقلاب و نسل جدیدی از موشک‌ها رو رقم زد و آخرین موشک از این گروه در حال حاضر است. برخی خبرگزاری‌ها معتقدند شهاب 4 هم ایران خیلی وقت ساخته و سری نگه داشته. خیلی افراد هم میگویند آخرین فناوری مورد تمرکز ایران در صنایع موشکیش شهاب 6 محسوب می شود. یه چیزی باید داشته باشیم که دستمون به ذهن ساخت بتونیم برسیم. شهاب 6 یا روز قیامت نامی است که برخی منابع اسرائیلی و روسی بر روی پروژه ساخت یک موشک بالستیک قاره‌پیما در ایران گذاشتند. اگر تا اینجای ویدیو لذت بردید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید تا دستاوردهای ایرانی بیشتری رو ببینید. طبق گفته‌های خبرگزاری‌ها آخرین مدل شهاب ارائه شده و منتشر شده در سطح جهان و جامعه شهاب 4 بود که برای حمل ماهواره هم استفاده می‌شد. حالا نسخه 4 بود که فقط بردی بیش از 3000 کیلومتر داشت. نسخه 6 و 7 آن واقعاً وحشتناک خواهد بود. شهاب 6 موشکی برد بلند است که با همکاری کره شمالی در حال توسعه بوده و همانند موشک شهاب 5 از موتوری با تکنولوژی چینی بهره میبرد. شهاب 6 از راکتی با سوخت جامد و مایع که 2 یا 3 مرحله‌ای استفاده می‌کند. سوخت‌هایی که واقعاً بی‌نظیر هستند. در ساخت شهاب 6 بیشتر قطعات آن از شهاب 5 استفاده شده، اما با کم کردن وزن و پیشرفت کردن کلاهک برد آن تقریباً به 14,000 کیلومتر رسیده است. این موشک قادر است کلاهک هسته‌ای بسیار پیشرفته در محدوده 2000 تا 3500 کیلوگرمی را حمل کند. طبق اطلاعات ارائه شده توسط خبرگزاری فرانسه، ایران با توقف کار بر روی موشک‌های شهاب 4 و 5 تمام تمرکز خود را روی موشک دوربرد شهاب 6 قرار داده است. این خبرگزاری در رابطه با شهاب 6 نوشت: بعد از اسرائیل، آمریکا دومین کشوری است که ایران با شهاب 6 آنها را تهدید خواهد کرد. یک نکته جالب این است که در برخی منابع از موشکی به نام شهاب 7 هم نام برده شده که بیشترین برد آن 15,000 کیلومتر است. سرعت موشک شهاب 6 به بیش از 8700 متر در ثانیه میرسد. این موشک به راحتی میتواند تمام ایالات متحده آمریکا را در خط آتش خود قرار دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سال 1998 گفته بود ایران در حال توسعه شهاب 5، 6 و 7 است که مستقیما ساحل شرقی خاک آمریکا را هدف قرار می‌دهد. برخی از منابع مدعی هستند که روس‌ها در حال کمک به یک تیم ایرانی طراحی موشک در گروه صنعتی تهران می‌باشند
هدف از این پروژه ساخت موشک با برد 2800 مایل می باشد که قابلیت رسیدن به لندن و پاریس را دارد. علاوه بر این یک موشک دیگه هم با برد 6300 مایل یعنی 10,000 کیلومتر که می تواند شهرهایی در شرق ایالات متحده را هم هدف قرار دهد تولید می شود. ولادیمیر یوسیوف تحلیلگر روسیه هم در سال 2007 مدعی شد ایران به زودی موشک‌های شهاب 5 و شهاب 6 را تولید خواهد کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ایران برای جلوگیری از تحریم این موشک‌ها را رونمایی نمی‌کند و در صورت جنگ از آنها استفاده خواهد کرد. این موشک روز به روز در حال افزایش قدرت و دقت خود است. اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومد حتما کانال قدرت پنهان رو سابسکرایب کنید. با همه توضیحات ارائه شده کشور عزیزمون هیچ وقت جنگی رو شروع نکرده و همیشه طبق قوانین بین المللی پیش رفته و فاقد حمله های تهاجمی است. اینا رو تا فاصله 2000 کیلومتر زیر آتش موشک. اما روی دیگر داستان یعنی اسرائیل همیشه قصد تهاجم و تجاوز به کشورها را دارد. گروهی از تحلیلگران این راهبرد دفاعی ایران را برگرفته از خصوصیات و توصیه‌های امام علی علیه السلام می‌دانند که تأکید دارد آغازگر هیچ درگیری نباشید، اما اگر به شما تهاجم شد و یا تهدیدی به درگیری کردن و روشنگری مسئله دست رد به سینه مهاجم نزنید و با تمام قوا پیشتازی کنید. آیا ایران حمله خودش را به اسرائیل آغاز خواهد کرد و نتیجه حملات چه خواهد بود؟ نظر خودتون رو داخل کامنت ها برای ما بنویسید.